بهار راد 31 ساله، لیسانس معماری، تنها فرزند آرمین راد هستم. برعکس کسایی که میگن تک فرزندا، البته بلا نسبتا، لوسن، تنها خصوصیت که ندارم همینه. یه روز جدیم، یه روز شوخم، یه روز آرومم، یه روز سگم، گلم، خانومم، خلاصه خودمم نمیدونم واقعا کی هستم. تا دلتون بخواد دوست و رفیق دارم، ولی با هیچ کس صمیمی نیستم. 8 سال ورزشکارم، ورزشکار رزمی در حد تیم ملی. کسی جرئت نداره نگاه چپ بهم بکنه. جالب اینجاست پدر و مادرم هم خبر ندارن رزمی کارم. همیشه به بهونه کلاسای شنا یا پام تو کلاسای تکواندو و کاراته و کنفو و هر چی دلتون بخواد بود. عاشق رقصیدنم، همه جورشم بلدم، از جوادی بگیر تا هیپ هاپ. صدا آهنگ که بیاد از خود بی خودم. قیافه‌ای هم ابروهای هشتی خیلی مشکی، چشمای قهوه‌ای روشن که دم به دقیقه رنگش عوض میشه، بینی هم خدادادی عملیه. بچه راست میگه، من دیدم. و لبای متوسط. همه از قیافم تعریف میکنن. به نظر خودم که معمولیم. خب من حرف زیاد میزنم. ماشاءالله ماشاءالله چه جواهری. از قشر متوسط رو به بالای جامعه ایم و یه جورای دستمون به دهنمون میرسه. خونمون ولنجکه و یه خونه دوبلکس 300 متری که به گرد پای عموها و داییام نمیرسه. 2 تا عموی باحال دارم به اسم فرشاد و مهرشاد که 2 قلوان. 33 سالشونه و متأهلن. عمو فرشاد یه دختر 3 ساله به اسم پارمیس داره. مهرشادم 1 سال ازدواج کرده. بچه میخواد چیکار؟ یه دایی 38 سالم دارم، میسم. بچم تازه داماده، 3 ماهه که مزدوج شده. همیشه میگن هر چیزی که آدم ازش بدش بیاد قطعا سرش میاد و اون نقل منه. دوست ندارم ازدواج کنم، نه به خاطر اینکه بگم میخوام مستقل باشم. ازدواج زندگی رو از آدم میگیره، با خیلی دلایل الکی دیگه که دوست ندارم ازدواج کنم. چون یکی به خاطر آشپزی بلدم ولی اعصابشو ندارم. 2 کارهای خونه متنفرم ازش. نصف بیشتر روزم تو باشگاهم. دیگه شوهر منو کی ببینه؟ کی بریم بیرون، خرید، سیتی صفا؟ پس ازدواج برام معنی نمیده. کسی هم مغز خر نخورده بیاد منو بگیره. نمیدونم چرا این بابا بزرگم، البته پدری، گیر داده ما رو زود شوهر بده. انگار میخواد تلافی دختر نداشتش رو سر من در بیاره. 3 روز پیش زنگ زده واسه خودش سر خود، خیلی شیک میگه جمعه جایی قرار نذارین، خانواده دوستم برای مراسم میخوان بیان خواستگاری برای بهار. این وسط منم که سیرابی آدم حسابم نکردن. فردام قرار تشریف بیارن که بلایی سرش بیارم. 8:30 شب اومدم خونه. بابام هنوز نیامده بود. خونم ماشاءاللهش باشه از تمیزی برق میزد. بله دیگه نه سلامتی شوورم داره میاد. پاتوق اصلی مامانم با تلفن از در که وارد شدم دیدم بله خانم کجاست؟ سلام عشقم، تلفن سوخت، ذره نفس بکش، هوا کم نیاری. مامانم گفت عزیزم گوشی دستشو گذاشت دهنه گوشی و یه نگاه خبیثانه بهم کرد. سلام و درد. صدا تو بیار پایین، مهناز میشنوه. مهناز دوست مامانمه. صدا که نیست، انگار سیستم ماشین رو حنجرش بستن. خود تون صدام بالاست، مگه دست منه؟ سری رفتم بالا و لباسامو عوض کردم. اومدم تو حال و رو کاناپه دراز کشیدم. کنترل تلویزیون رو برداشتم و شروع کردم به زیر و رو کردن ماهواره. بعد نیم ساعت مامان رضایت داد و تلفن رو قطع کرد. خب چه خبرها؟ مهنازک خوب بود؟ 100 دفعه گفتم بهت نگو مهنازک. هم سنت مگه اینجوری صداش میکنی؟ اون خودش حرفی نمیزنه، به جا شما ناراحت میشی. حالا مگه من چی گفتم؟ یه خاله مهنازی، مهناز جونی، جهنم و ضرر، مهناز خانومی، ولی کشمیشم دوم داره. باشه بابا دیگه نمیگم. گاهی یه گیرای بنی اسرائیلی میدی که شک میکنم واقعا فقط 19 سال ازم بزرگتری؟ این افکار بزرگونت منو کشته. ما بین کل آهنگا یه آهنگ شاد قردار پخش شد، منم بی جنبه. مامان داشت میرفت دستشویی. طبق عادت خودم از رو کاناپه انداختم پایین و جیغ زدم مامان! طفلی چنان انجاش پرید که دلم براش سوخت. خدا مرگم بده، چی شد؟ هیچی، خواستم بگم تو دست بزن من برقصم. قیافمو مظلوم کردم و سر انداختم پایین. مامان گفت ای درد نگیری بچه، منو کشتی تو.
سری اومد سمتم. گفتم الانه که بکوبه تو گوشم. به فاصله یه قدم این وایساد و شروع کرد به رقصیدن. عاشق این آهنگم. یالا دست بزن برای مادرت دارم میرقصم. خندم گرفته بود. منم کم نیوردم و پا به پاش رقصیدم. فکر کردی وای میزم نگات میکنم؟ از شانس ما 3 آهنگ شاد پشت سر هم پخش شد. آهنگ آخرم رفتم تو کار جوادی که مامانم کلیپس موهاشو باز کرد و به قول خوردادیان باید از موهات استفاده کنی. موهات باید وحشی باشه. هی موهاشو تکون میداد و جوادی میومد. حالا نه من ویلکن بودم نه مامان. انقدر تو حال خودمون بودیم که صدای در اتاقو نشنیدیم. یه دفعه صدای شلیک خنده رفت هوا. برگشتیم دیدیم بابا و دایی میسم دارن هر به ریش ما میخندن. بابا گفت ماشاءالله عزیزم رو نمی کردی. حالا چرا انقدر مهوش پریشونی؟ مامان گفت شما کی اومدین؟ همون بهتر که اومدین. این بهار ذلیل نشده دست منو به زور گرفته میگه باید بیای با هم برقصی. خب بچه‌مه نمیتونم دلشو بشکنم. یه تای ابرومو دادم بالا. آره خب من بودم و مو باید وحشی باشه و اینا. آروم که یه جوری فقط خودم بشنوم گفت تو خفه. خیلی سرمون یکی یه دونه ایم. عوض این که قربون صدقم بره اساسی قهوه این میکنه. میسم گفت بهار تو استخون تو بدنت نیست؟ چجوری همه جا رو با هم تکون میدی؟ ما تو خانواده رقاص نداشتیم ما. وقتی آدمو جو بگیره دیگه گرفته کارش نمیشه کرد. مامان گفت حالا چرا وایستادیم بیاین بشینین. میسم گفت نه باید برم. اومدم یه سری مدارک از آرمان بگیرم. سیما منتظره. سیما خانم داییمه. راستی بابام و میسم با هم شریک مهندسی هستن مثلا. مامان گفت خب برو دنبال شام بیاین اینجا. قربونه تعارف که نداریم. راست میگه دیگه سر و ته این بچه رو بزنی اینجاست. میسم گفت من میام که دلت زیاد واسم تنگ نشه. بد میکنم به فکرتم. نه عزیزم قدمت رو چشم. چشت دراد جان؟ ها منظورم اینه که خدا چشتو نگه داره. بعد رفتن داییم تا شامو زدیم یکم من چرت و پرت بلغور کردم و مامان و بابا کل کل کردن و وقت گذراندیم. شب بخیر گفتم و مسواک و لالا. 3 صبح با صدای زنگ گوشیم که صدای جیغ زدن بود از جا پریدم و بدون اینکه شماره رو نگاه کنم جواب دادم. هان. میسم بود. هان چیه سلام بلد نیستی؟ یه دفعه هول کردم و از تخت پرت شدم با این. چی شده؟ سلام سیما طوری شده؟ نه بابا زنگ زدم حالتو بپرسم. خب چه خبر چی کارا میکنی؟ یعنی خدای دیگه وقت نبود؟ زهرم ریخت به سر. کم مونده بود سکته رو بزنم. حالا که سالمی خب تعریف کن. از کجا؟ حالا از هر جا. حرف بزن بیکار نباشی. حوصله داری یا؟ من این موقع بیدار کردی حرف بزنیم؟ خواب بودی؟ یعنی الان خواب از سرت پریده؟ ای بگی نگی حالا چی کار داشتی؟ هیچی عزیزم زنگ زدم حالتو بگیرم. یعنی حالتو بپرسم. میبینم که زنده ای. خب برو بخواب وقتمو نگیری. کاری نداری؟ واقعا دلم به حال اون سیمای بیچاره میسوزه. چه جوری تحملت میکنه؟ سیما مشکلی نداره. بیچاره اون شوهرت که هرچند میدونم کسی مغز خر نخورده بیا تو رو بگیره. میسم دوخیم خوله. یه روز میگه دایی یه روز میگه میسم. میسم گفت میسم و درد مگه دروغ میگم؟ این خواستگاره رو رد نکنی ها. طرف خرماییه. خوراک خودته. خب میام تو رو میگیرم. چرا برم سمت غریبه؟ چی؟ یعنی من خرم؟ ها؟ نه دایی جون من که این حرفو زدم. آره دیگه 3 روز ولت کردم تربیت از یادت رفته. اشتباه نمی کنی؟ چند ساعت پیش اینجا بودی ها؟ توجه کردی من و تو همه چیمون به هم میخوره الا دایی خواهرزاده؟ خیلی هم دلت بخواد دایی به این جیگری داشته باشی از سرت هم زیاده. ولی خب چه میشه کرد؟ تو که راست میگی. زنگ زدی با من کلکل کنی. اصلا سیما کجاست؟ رفته خونه باباش. چرا؟ دایی تو دست کم نگیر. یکم ادبش کردم بعد فرستادمش خونه باباش. حالا مطمئنی؟ میخوای بهش زنگ بزنم؟ بچه شوخی سرت نمیشه. زنگ نزنی ها. مادر زنم حالش بد بود امشب اونجا موند. آها حالا شد. میدونم از این جرأت رو نداری. کمتر حرف بزن برو بخواب. باشه فعلا سحر بخیر. زرشک خدافظ. گوشی رو قطع کردم.
خیلی تشنم بود. پا شدم برم آب بخورم. ما بین اتاق مامان امینا بودم که برقا رفت. چشمم که نمیدید، پایینم نمیشد رفت. ناخودآگاه دستم و بردم رو در اتاق خواب مامانینا. در رو که باز کردم جیغ مامانم رفت هوا. نترس بابا، منم. دخترم نیا تو اینجا، به هم ریخته است، میخوری زمین. جان؟ دخترم؟ معلوم نیست چی کار میکردن که. داشتم منفجر میشدم از خنده. خودم رو کنترل کردم و منظورت از دخترم همون دخترمه دیگه؟ ببخشید بعد موقع مزاحم شدم، راحت باشی. در اتاقو بستم و آروم آروم اومدم تو اتاق خودمو تخلیه کردم از خنده. ساعت چنده؟ اینا بیکارن ها. بی خیال آب شدم و خوابیدم. اما چه خوابیدنی. ساعت 9 صبح با زور کتک و لگد پرونی 2 عموام از خواب بیدار شدم. من واقعا موندم حیرون. بابا، عموی گلم کم تحویل بگیرین. همین برخوردهای فیزیکی رو دارین که آدم شوهر گیرش نمیاد. مرشاد گفت عروس خانم پاشو، این خرس خوابیدی دیگه، بسه. جان؟ مرشاد گفت پاشو جوجه، اگه زیادی بخوابی صورتت پف میکنه، طرف راه اومده رو برمیگرده با این قیافت. همگی شاد با فرشاد آرمین نصرتی پروداکشن. از کی تو رو تغییر جنسیت دادی؟ مثل خانوما سراغ پوست و مو و مامان امینا، شما همینجوری هم جیگرین. فرشاد گفت آره راست میگی، من زود حیف شدم. حالا اگه تو دوستات چند تا دافع آس داری معرفی کن تا ببینیم خدا چی میخواد. با هم فکری فریبا زنش یه آسشو میخرم برات. مرشاد گفت نه گلم، این هنو نزده میرخصه، اینو ولش، ما رو دریاب. من که دارم شوهر میکنم سرم شلوغ میشه، آبیم ازم گرم نمیشه، اما مأموریتمو میسپارم به خانوماتون. مرشاد گفت نه دیگه، اونا دورا دورم لطفشون شامل حال ما هست، بیشتر از این تو زحمتشون ننداز. آره خب معلومه. حالا اجازه هست برم یه دوش بگیرم؟ شدم اینهو عقد از هپل. فرشاد گفت اینو که راست گفتی، از وجناتت پیداست. عمو اصلا شما اینجا چی کار میکنین؟ مأمور شدیم نذاریم مثل سریای قبل بپیچونی. باشه بهش میگم. حالا تا جیغم در نیامده با زبون خوش برین بیرون. هیچ راه فراری نداشتم. از طرفی هم این بابا بزرگم سپید شده. حالا هرچی به من میگن بهار، البته گاهی هم سگ پاچگیر، خیلی هم ارادت داشته باشن دلغک. ظهر مامان نهار لوبیا پلو درست کرده بود. دور از چشم بقیه خودم رو با سیر ترشی خفه کردم. دوروبر مسواک و آدامسم که عمرن. سمت هیچ کسم آفتابی نشدم تا لحظه آخر تو اتاقم بودم. جز 3 بار که مهرشاد همش در اتاقم زد و هی گفت داری چه غلطی میکنی و منم همش میپیچوندمش. لباس تنم نیست، دارم موهامو اتو میکنم، دارم آرایش میکنم. تیپم خدای خسپارتی. صرافون لی که روش 2 جیب میخورد، البته یه ورش هم پاره بود. زیرش هم با یه بلیز آستیندار گلگلی ماماندوز و شلوار گوشات سرخابی آبی خفنا. یه روسری گلدار زرد جیغ که بدتر از همه بود، انگار 500 دفعه شستیش. آرایش هم رژ کالباسی لپام دایره‌ای قرمز کردم. عینک ته استکانی ذره‌بینی برای موارد اضطراری خریده بودم که امشب به کارم میاد. کفش پاشنه 10 سانتی مشکی سرخابی دوستم آرزو رو ازش قرض کردم و منو چی به این غلطا، با 3 سانتم میلنگم. اونو پوشیدم، تازه یکم هم گشاده. طرفای ساعت 7:30 زنگ خونه به صدا در اومد. از پنجره دیدم یه ایل آدم دارن میان. جان خودم بالای 10 نفر بودن. آخه برای دفعه اول این همه آدم. با صدا در اتاقم اومد. مامان بود. بهار چرا درو بستی؟ بیا اومدن باز کن درو. اومدم مامان. فقط موندم کچلوار قهوه‌ای بپوشم یا کت دامن سفید مشکیه. آره عمه نداشتم. مامان گفت کت دامنه رو بپوشون خیلی بهت میاد. 100%. چی میگی؟ بلندتر بگو. میگم اومدم، برو. مثل بچه آدم رفتم پایین. انگار شاخ شمشاد هنوز تو نیامده بود. اوف، خانواده خودم که همه هستن. بدون اینکه کسی منو ببینه بی سر و صدا رفتم جلو در تا پسره از تیپم فیض ببره. اما تا در رو باز کردم چشم 6 تا شد. جفتمون زل زده بودیم به هم، حتی پلک هم نمیزدیم. چند دقیقه گذشت که مرشاد اومد دم در. پشتش بهم بود، آخه پسره تو دید نبود. مرشاد گفت شما اینجا این چرا نمیاین تو؟
خیلی سریع به خودم اومدم. رفتم کنار تا مهرشاد ما رو دید. چشاش داشت از کاسه می اومد بیرون. خندم گرفته بود. خیلی ریلکس. بفرمایین داخل، خیلی خوش اومدین. پسره گفت سلام، حال شما؟ شرمنده مزاحم شدم. اختیار داریم، بفرمایین، خواهش میکنم. عمو جان بفرمایین کنارشون، میخوان رد شن. مهرشاد این آدمای مات زده خودش رو کشید کنار و فقط به یه بفرمایید اکتفا کرد. آخه قیافه پسر خیلی داغون بود. اونم یه عینک عین من زده بود، دندوناش هم سیاه که با لبخندش تو چشم بود. جای عطرم بو حشره کش میداد. تا وارد اتاق شد چنان بوی جورابش همه جا رو گرفت که داشتم بالا می آوردم. برای اینکه از طرف مهرشاد مؤاخذه نشم سری دنبال پسر راه افتادم. تا وارد شدیم خانواده ها با دیدنمون این برق از جاشون بلند شدن. حتما با خودشون میگن خدا در و تختر خوب با هم جور کرده، چی میخواستیم چی شد. صدا از کسی در نمی اومد. آخرم خودم دست به کار شدم. سلام، خواهش میکنم بفرمایید. چرا ایستادین؟ دیگه بیشتر از این شرمندمون نکنید. بعد سلام احوال پرسیه که به همشون کارت میزدی خونشون در نمی اومد. حتما توقع داشتن دختر شاه پریون عروسشون بشه. صدا پدر بزرگا فقط تو این جمع این خیالشون نبود. یعنی خدایی ما هم سطحیم؟ آقا جون واقعا چی فکری با خودت کردی؟ کم کم همگی شروع کردن با هم دیگه حرف زدن. بعد کلی بخور و تعارفتی که پاره کردن بحث رسید به ما دوتا. علی آقا پدر بزرگ پسره گفت اگه اجازه بدین این دوتا برن با هم اول حرف بزنن تا ببینیم خدا چی میخواد. همه تایید کردن. فرشاد گفت بله، بالاخره این دوتا میخوان یا اون با هم زیر یه سقف زندگی کنن. پاشو عمو جون، پاشو با هم برین زراتون رو بزنین. جمع ساکت بود. داشتم منفجر میشدم. از خنده اول میثم، بعدش مهرشاد شروع کرد به قهقه زدن و همه خندیدن. عجب سوتی باحالی، زرزر. بیچاره فرشاد از خجالت سرخ شده بود. بابا گفت پاشو دخترم. یاد دیشب مامانم افتادم. پرهام جان رو راهنمایی کن اتاقت. پس اسمش پرهامه. از جام بلند شدم. پرهامم اومد دنبالم. هنوز 6 قدم نرفته بودیم که پام گیر کرد لبه فرش و نزدیک بود با مخ بخورم زمین. ولی سریع خودم رو کوبیدم تو دیوار نزدیکم و یه لنگه کفشم هم پرت شد بغل فرشاد. یاد یه جوکی افتادم. یه بنده خدایی داشته تو خیابون راه میرفته، چند تا دختر میبینه، حواسش پرت میشه، پاش گیر میکنه لب جوک میخوره زمین. برای اینکه ضایع نشه یه دست توی پاشو میگیره بالا و میگه حرکتو داشتین؟ منم ناخودآگاه رو به همه گفتم حرکتو داشتین؟ همه لبشونو میجویدن که نخندن. مامانم هم از عصبانیت بنفش شده بود. خب پام گیر کرد، کفشم گشاد بود، تقصیر منه؟ این پسری ایکبیری هم نیشش تا بناگوش باز بود. سرشو انداخته بود پایین و بریش نداشته من میخندید. دارم برات سیرابی. کفشم رو برداشتم پوشیدم و با هم رفتیم سمت اتاق. تا در رو باز کردم گور خیدم. لباس زیرم رو پهن کرده بودم رو شوفاش قشه، ولی یادم رفته بود بردارم. بدون اینکه برگردم به پرهام نگاه کنم سری رفتم برشون داشتم و پشت دستم قایم کردم. پرهام گفت چیزی پشت سرتون قایم کردین؟ بازم این نیشش باز بود. عوضی حتما دیده. نه اصلا، بشینین دیگه. پرهام گفت چرا قایم کردی؟ دستتو ببینم. عجب پرروی بود. به شما چه ربطی داره؟ اگه میخواستم نشون بدم نشون میدادم دیگه. داشت میومد جلو و من میرفتم عقب. گفت حتما باید به زور ببینم چی دستته. رسیده بودم سمت پنجره اتاق که خوشبختانه درش نیمه باز بود و به سرعت نور چیزای ناموسی رو پرت کردم بیرون و سری در رو بستم. اینم دستم، چیزی واسه دیدن نیست. بهتر نیست بشینیم صحبت کنیم؟ یه پوزخند مسخره زد که میخواستم چشماشو در بیارم. گفت حرف؟ مگه حرفم بلدی بزنی کوچولو؟ شیطونه میگه برای سگ و صورت نذارم. آخه بدبخت، اگه من یه فوتت کنم که مردی. داشت میرفت سمت میز که سری رفتم نشستم رو صندلی. مجبور شد بره سمت تختم. دولا شد بشینه که در یه ذره باز شد و میثم پرید تو. جفتمون از جا پریدیم. اینجا چه خبره؟ چی شده دایی؟ چرا اینجوری میکنی؟ به جفتمون نگاه کرد. پس اون که از پنجره، وای نه بدبختی از این بیشتر، دیگه آبرویی برام نمونده بود. دایی یه دقیقه بیا بیرون.
با هم اومدیم بیرون. مجبوری توضیح دادم که بهش بفهمونم چی شده. فقط نگفتم طرف گیر داده چی دستته، میخوام ببینم. وقتی خیالش راحت شد گفت رفتم حیاط با تلفن به حرفم، یهو دیدم یه چیزی پرت شد رو کلم. دیدم که بله دیگه. کلی هم مسخرم کرد. اومد تو اتاق و از پرهام عذرخواهی کرد که مزاحم شده. پرهام جان بشین، راحت باش، من رفتم. همین که دایی اومد پاشو از در بذاره بیرون، پرهام نشست و یه صدای کاملا بی‌تربیتی از فضا خارج شد. میثم برگشت و دهنش باز مونده بود. پرهامم رنگ برو نداشت. منم هی میخندیدم و کلمو با تأسف تکون میدادم. پرهامم هول شد. به جون خودم من نبودم. میثم تازه فهمید کار منه. اونم دست کمی از من نداشت. خندش رو نگه داشت و سری رفت بیرون که خودش راحت کنه. پرهام پتو رو زد بالا و فهمید که چه بلایی سرش آوردم. با چند قدم بلند خودش رسوند به من. چنان از جان پریدم که صندلی پرت شد زمین. تا اومدم به جنبم دستمو گرفت و منو کوبید به دیوار. اوه چته؟ صورتش آورد نزدیک صورتم. دختری زبون نفهم، انگار خیلی دوست داری با اعصاب من بازی کنی. با دم شیر بازی نکن، واسه گرون تموم میشه. عینکم از چشمام برداشت و یکم عینکشو کشید پایین. زول زده بود تو چشمام. عجب چشمای توسی جیگری داشت و ایول هیکل. تابلو بود ورزشکاره، اما قیافه‌ای با عینک خیلی زای است. اب نداره میگم چششو عمل کلی لنز بذاره، دندوناش هم درست میکنه. من چی دارم میگم؟ بابا اوضاع داره ناموسی میشه. چشاش داره هی میاد پایین و پایین‌تر. دهنمو باز کردم و تو صورتش ها کردم. سری ازم فاصله گرفت و با تعجب نگام کرد و یه خنده مارموز کرد. انگار نمیخوای حرف بزنیم، پس بهتره بریم پایین، وقت دیگرانم نگیریم. زیر لب گفتم گم شو نکبت، شرت کم. یه تای ابروشو داد بالا و گفت چیزی گفتی؟ نه گفتم بریم. بازم یه پوزخند مسخره زد. بیا اینطور. با هم اومدیم تو جمع. من بغل میثم نشستم و پرهامم بغل بابا بزرگش. خب پسرم چی شد؟ صداشو صاف کرد و گفت راستش من باشون صحبت کردم. گفتم که 3 الی 4 سال باید خارج از کشور زندگی کنیم و بعد میتونیم برگردیم ایران. رشتم هم که میدونین مهندسی عمرانه و معماریه. دلیل این 3-4 سال خارج رفتنم هم خب یه موقعیت شغلی عالی تو لاس وگاس بهم پیشنهاد شده. اینه که نمیخوام این موقعیت رو از دست بدم. البته چون 3 سال اونجا زندگی کردم یه جورایی جا افتادم. من شرایطمو بهشون گفتم، ایشون هم شرایط منو پذیرفتن. سعی کردم همیشه رو پای خودم وایسم. از پس زندگیم برمیام. با وجود 38 سال سن خوب تونستم خودمو بالا بکشم. با قاطعیت میگم که میتونم آینده خوبی برای دخترتون فراهم کنم. دیگه هرچی شما امر بفرمایید. دهنم 5 متر باز مونده بود. من کی به این بله دادم؟ اصلا کی باش حرف زدم؟ از عصبانیت سرخ شدم. چسبیده بودم به مبل. سعی کردم خودم رو کنترل کنم. اگه بلند می شدم دیگه حالیم نبود. تو ذهنم داشتم پرهامو به قصد کش می زدم یا واقعی این کارو می کردم. بابا بزرگم پا برهنه دوید تو ذهنم. خب دخترم، پس تو هم جوابت مثبته. فکر کنم از کلم بخار بلند می شد. سرمو انداختم پایین. یه نفس عمیقی کشیدم. اومدم بگم نه که بابا بزرگ پرهام گفت خب این سرخ شدن و سکوت علامت رضاست. به سلامتی مبارک باشه. و شروع کرد به دست زدن. خانواده خودم هم با تعجب نگاه میکردن. اونا هم دست میزدن. یه نگاه به پرهام کردم. پاشو انداخته بود رو اون یکی پاشو ریز ریز میخندید. دایی آروم در گوشم گفت خاک تو سرت، آبرومونو بردی. آخه این قیافه داره؟ میتونی یه اون با این آدم سر کنی؟ نکنه شوخی منو جدی گرفتی؟ بگم میخوای فکر کنی؟ هنوز نه به داره نه به باره ها. خیلی بی تفاوت زل زدم تو صورتش. اصلا باید به دهن بوزی شیرین بیاد. منم ازش خوشم میاد. آره قیافش به دل من میشینه. مشکل حل شد؟ رومو کردم اونور که قیافه بهت زده میثمو نبینم. به چشمای پرهام زل زدم. داشت به خنده نگام میکرد. یه چشمکم برام زد. فکر کرده. منم رفتم دنده پروبازی و یه لبخند گله گشاد بهش زدم. جواب چشمکشم دادم و یه بوسم براش فرستادم. قیافش واقعا دیدنی بود. تو دلم گفتم دارم برات آقا پرهام.
تا به خودم بیام همه قول و قرار رو گذاشته شده بود، چون آقا باید ماه دیگه میرفتن اونور آب. باید همه برنامه‌ها توی همین یه ماه تموم میشد. جلوی جمع گفتم تحت هیچ شرایطی جشن نمیخوام، که همه مخالف 100% بودن. اما من حرف خودم رو زدم و اینکه آخرم من موفق شدم. بعد از رفتن اونا خانوادم شروع کردن به دعوا. خونه شده بود میدون جنگ. همه رفته بودن رو مخم. آخر سر بابا احمد به دادم رسید. بس کنید بچه ها، این تصمیمیه که بهار گرفته، پس بهش احترام بذارید. بابا گفت ولی بابا احمد تمومش کن آرمین. دیگه صدا از کسی در نیامد. کلن انگار همه یه جورایی با هم قهر بودن. فرشاد و مهرشاد و میسم خونمون نموندن، یا اگرم قرار بود بمونن که ساعتایی که من خونه نبودم می اومدن سر می زدن. حتی مامان و بابا هم با هم سرسنگین بودن. آقا یکی نیست بهشون بگه مگه شماها بچه این که این کارا رو میکنین؟ یه هفته به همین منوال گذشت. طاقت نداشتم با هم اینجوری قهر باشن، چون پاسپورتم حاضر بود. فقط میموند یه اقامت که اونم با پارتی بازی 3 سوته حل بود. منم که بیکار یواشکی وسایلم رو جمع کردم. با 3 تا از بچهای باشگاه تکواندو قرار گذاشتم یه مدتی بریم شمال. اونم از خدا خواسته با کله قبول کردن. کلید ویلامون رو برداشتم. یه نامه مختصری هم برای مامان و بابا نوشتم طاقت ندارم با هم سرسنگین باشین، یه مدت میرم شمال، شاید اینطوری برای هممون بهتر باشه. هر جوری هم که باشین خاطرتون همیشه عزیزه. خواهشاً به هم زنگ نزنید. اینجوری بهتره؟ بهار.